میگه در یک جنازه میگه اشتراک داشت، در پهلوش یک جوان بود. میگه در پهلوش یک جوان بود. میگه بعدا میگه طرف جوان گشت و گفت که اگه در پیشون تابوت مرده ایستادگی، گفت اگر همین انسان خدا زنده کنه آیا همین به چی کار مشغول می شود؟ طعم به خوردن، یکی به نظر کردن. دو چیزی که به انسان لذت می بخشد، این همینه، یکی خوردن لذت می بخشد، یکی نظر کردن. همین دو چیز در انسان لذت پیدا میکنه. حضرت گفتن همین دنیا به همین مثاله، مثل حلوا، مثل شیرینی داره و به حد زیبا هست که چشم بیننده را کدامون ایده در همین بگیم روزگذرانی یا مثال روزمرهمون دیدیستیم که حقیقتا نظر کردن. در دوام حدیث حضرت گفتن که و شما دانید که الله مهربان همه شما را در این دنیایی که عبارت از این دو چیز بود، شما به حیث یک نفری هستین که از نگاه و از چشیدنم که بسیار در شما مشغولیت هم که پیدا شود، با این شما را الله مهربان آزمایش میکنه. و در پایان حدیث پیامبرمون گفتند و نگاه الله مهربان در هر کدام ما همین است که آیا ما چی کرداری، چی عملی را در این حیات انجام میدیم. پس برادران عزیز و گرامی، اگر حاصل بگیم دنیا را اگر از ابتدا تا انتهاش ما از ابتدا فهمیدیم، انتهاش همین بود است که یعنی جای آزمایشی است که برادران عزیز ما چی ها میکنیم، ما چی ها کردیستیم. یعنی از این دنیا اگر گفتی همون یک معامله هست مرده با مرده شو که جناب صوفی علیار میارد، وقتی که بود میکنه مرده شو را از بالا گپ میزند که انا مرده در وقتی غسل با غسال گوید این حرف با زبانی حال، بود مثل تو تر و تازه قوت داشتم به اندازه، همراه جسم بود جانی من مدت گفتم این و وانی من، در محلی که کردم و گفتم بود فکرم عیالم و جفتم. بین حضرت وقتی که مرده با اکو مرده شو چکلی حدیث ها میگه این المیت یعرف من یغسلو و من یکفنو، بین و من یحملو و من یدلیه فی قبری. همون مرده میشناسد نفری را که میشوش، میشناسد نفری میبردارش، میشناسد نفری که کفنش میکند، میشناسد نفری را که در لحد میگذارش. ابو سعید خدری میاره حدیثه، یعنی همون با مرده شو گفته استای. بعد چی میگه پایان ده؟ بعد میگه تو که الحال زندگی داری ما را میگه که و علاقه تمام مقصد چیزی بود نبود دیگه تمام شد. تو که الحال زندگی داری مؤمنی نام بندگی داری، واقف حال خیشتن باشی قبل از اینکه مثل من باشی، پیش از آنه که مثل من میشویتم. برادر این روزه هست که ما هم این دنیا را پدرود میگیم، ما هم مثل همون نیازی به عذر من نیاز به مردشو ندارم، خودم دست دارم مثال عقل دارم، لیکن زمانی میشد که نیازی به او پیدا میکنیم و ما هم اونها را با گوشزد میکنیم که مقصد واقف حال خیشتن باشی، یعنی هشتا در سرت بگیر. برادر عزیز و گرامی، یعنی حقیقتا ما باید که بیدار باشیم. و زیرک میگن، پیامبرم زیرک میگه زیرکترین امت ما کسی که بیشتر مرگ یاد میکنه یا زیرکای امت من. امروز زیرک امت شگر مثال بیشتر در دنیا مشغولیت داشته باشه، حضرت زیرکا را این خیل معنا کگه. پس برادران مقصد چی بود؟ مقصد عمل های. ولی امام کی را میگه؟ غزالی را میگه در یک جنازه میگه اشتراک داشت، در پهلوش یک جوان بود. میگه
در پهلوش یک جوان بود میگه. بعدا میگه طرف جوان گشت و گفت که اگه در پیشون تابوت مرده ایستادگی. گفت اگر همین انسان خدا زنده کنه آیا همین با چی کار مشغول میشه؟ جناب امام غزالی یک جوان سوال کرد در پهلوش بودگی. میگه اون جوان گفت که حضرت گفت من گمانم میگه که اگر همین آدم زنده شود هر آینه گفت تمام کارهایی که مقصد بر علیه او است بر ضرر او است همه را ترک میکنه و همیشه پایبند عملهای صالح میشه. بعد امام غزالی گفت که آفرین گفت آفرین احسن گفت لیکن بچه من یک گپ میگم این دیگه زنده نمیشه ولی با اون چی گفتی خودت پایبند باش. بله توی دیگه زنده نمیشوی لیکن بهترین گپ گفتی خودت پایبند باش که این زنده نمیشود دیگه. بله برادرای عزیز و گرامی ماها حاضر باید شکرگزاری هم کنیم که این تری رئیس وری الله خیرش دیاد نمی یک جمع آمدم میکنه 3-4 برادرای دعایی و دعوتگر دعوت میکنن با اینجا نفرهای هستین که گوش میکنین شما علاقه معلومات دارید یعنی شما میدونین که ممبرین میدونین که مقصد خانه خبر چی احوال داره همه میره علاقه معلومات دارید. برای این معلومات داشتن تون علاقه برای شما اینم یک دادی خدا است که شما علاقه معلومات دارید یعنی باید آمادگیتون رو ببینید. برای این مقصد حدیث هم این است که ما باید عملهای صالحمون رو زیاد کنیم. میگه یک عالم مغازه خرید کنی میره برادر عزیز میگه وقتی مغازه خرید کنی میره خرابواری میگیره میارد میگه پیشک هم کسد هم میمونه بعدا میگه همون کارتش هم میبره و همون مرده که همون فروشنده را میته مقصد ای کارتا باید همون بگیم پولشاکو انا بگیره. وقتی که میگه میبره در همون اپارات میمونه میگه که انا مبلغ ناکافی است صدای سیستم هم خیلی میبره. این ولی میگه خیلی میگه من خرید من یاد دارم 3 برابری خریدی من در مبلغ بعدا میگه خواهش میکنی یا بار دیگه بر همیره این دو میبرد که میگه که رمز خطاست. بعد همون مغازینچی میگه که شاید برادر عزیز اگر نزد تلفن مونده باشیش امکان دارد که همین سوخته باشه. بعدا میگه این عالی میگه وقتی که همین چیزا این میگه بعدا اخیر میگه یگون چی اگر انا نخ داشته باشی نخته اگر یگون چی داشته باشی بتی همین حالت دا میگه همین گپ در زیر موند بیرون برامم مقصد مبلغی را دادم و بعدا میگه با ذهنم قیامت پیش رو آوردم گفتم الله مهربان اگر من پیش دیده بگم که من نماز داشتم نماز شب داشتم قرآن داشتم خیر داشتم مقصد حج داشتم همه این را داشتم و از جانب الله مهربان صدا بیاد که بله تو داشتی لیکن در همین را در پهلوی بخل مانده بودی در پهلوی حسدات مانده بودی در پهلوی غیبتات مانده بودی در پهلوی دیگر گناهات ماندی مقصد عملات همش سوختن نخته یگان چی داری بود میگه در ذهن من همین اومد که اگر من این عمل صالح هم کنم ولی در پهلوش باید بدبختی هم اگر انجام تیمون اینهاش رنگی همون کار دیره که سوزانده بود تلفن اگر همه را بخره نابود کنه من در روز قیامت مقصد پیش الله مهربان چی میگفته باشم. از این لحاظ عمل آدم جنت نمیبره برادر شما بدونید ما را لطفی الله مهربان جنت میبره لیکن عمل برای ما مقام و مرتبه میده یعنی این معنی را ندارد که یک آدمی هست که مثال پایبند همه کاری خیر هست یک آدم دیگه بنا مسلمانه اینها هر دو شکل در جنت یک مقام داشته باشند البته نیست. برای اون نفری که نماز شب داره ای آدمی که نداره فرق داره. برای آدمی که نان احسان خیر داره آدمی نداره برابر نیست. فقط در جنت ما از حساب عملمون مقام و منزلت و مرتبه میگیریم و ایلا بگیم با عمل هامون ما جنت میریم در عوض این قدر نعمتی که خدا داده است این عمل های ما ناکافیه برادران.
ولی همین را دانسته بگیریم که حدیث هم معناش همین است که ماها باید که حتما پایبند عملی باشیم و با خودمون یگان عمل صالح داشته باشیم که تا دست ما را در روز آخرت میگرفتگی باشد. خداوند باز همین خیرها و احسانها را قبول گرداند. خاتمه کار هممون را به خیر و توفیق عمل کردن در آنچه که شنیدیم الله مهربان بر همه ما و شما نصیب کند.